تو چی ها میگویی یگید؟ پدرت رو من نکشتند، تو رو فریب دادند. گپ نزن، دمت رو گیر. هر دیاتان مثل سگ خواهید مرد. پدرت رو ایکته کشت. بیهوده زور نزن پیسگار، دیگر علاج نداری. همش را میدانم. میدانم که پدرم را شما به قتل رساندید. من میدانم. خط باش. یک کار کرده از اینجا برآمدن ما لازم. یگید فهمیده است. از دنبال ما نشده زودتر رفتن در کار. به کجا رفتند؟ گریختند. زودتر ثابت، باید آنها را نابود کنیم. خوب شده است. زودتر. ما آنها را نگاه می‌داریم، شما باشد گریزید جناب. میلش، هر دویش رو نابود کنید، نباشد درد سرمان میشوند. اطاعت جناب، شما برایید. پیکاس، اینقدر جان نکن. عاقبت به دستم میافتی. شادی نکن یگید. با پای خودت به نزد اجلت می آیی. آنها کجا شدند؟ پیکاس گریخته است. من از پی پیسگار میشوم. تو پیکاس را پیگیری کن. میلش احتیاط کن. پیسگار! تو با کجا میگریزی مشبچه؟ یگید، اگر به زیر 7 قبض زمین هم درایی، تو را یافتم میکشم. کجا گم شد این لرزیل؟ پیسگار، به میدان برو!
سلاحت را پرتا ثابت. میدانم که تو در اینجایی پیسگار. بوی بدت را حس میکنم. مثل خوک بوی میکنی. برو به میدان. وعده میدهم که بسیار عذابت نمیدهم پیسگار. قول میدهم که زود میکشمت. چی میگفتی؟ بگو مانم از کشتن سخن میکردی. احمقی نابکار، سگی باروزی بوده ای، با پلیس صدا کن. اینجا بوده است. بله، صدای تیرپرانی از اینجا آمد. لعنتی، تو هم مثل پدرت نابکار بوده ای. حیفی آنقدر کارهایمان. نام پدرم را به دهانی حرامت نگیر. اگر گیرم چی از دستت می آید؟ اصلا باید پدرت را کیها می کشتیم. خطا کردیم. اما او برنگشت. ایدئالیستی احمق. اگر می خواست این دولت را حالا پدرت حکمرانی می کرد. مقصد او خدمت برای وطن بود، سردار شدن نه. تو از جهت دیوانگی از پدرت هم گذراندی. تو مرا نمیفهمی. من برای امر کردن به دنیا آمدم. پدری تو بر این ایدئالیست ها در قدی کوشه مثل سگ‌های بی صاحب جان داده میمونند. اصل ماییم. صاحب اساسی این دولت ما هستیم. خدمت وطن بوده است. ایدئولوگ ها برای احمقان می باشند. شما انسان های عادی را نمی فهمید. برای وطن را از خود کردن، ظاهرا
خودمون را این طرف و آن طرف میزنیم. حتی لازم شود دیندار هم میشویم. به تو امکانهای خوب دادم، تو باشد رد کرده کور نمکی کردی. حالا باشد مثل پدرت مثل سگ بچه میموری. به تو گفتم که نام پدرم را به زبانت نگیر. ای سیگیت، مرا خطا فهمیدی. گوش کن، راه حل را میابیم. تو را به جای پیکس گذاشته نبودم. چی گفتی؟ جسدی بدبویت را از اینجا به پایان پرتایم میگویم. تو چی میگویی؟ آن سخنانی که در حق پدرم گفتی پس گیر. گرفتم. رحم کن، مرا نکش. پدرت با عقل ترین آدم دنیا بود. نکش، التماس میکنم، مرا نکش. جناب خوب هستید؟ خوب هستم. پسگاه رو در حال یافتن لازم. او در همین گرد و اطراف است. اطاعت جناب. هوشیار شوید، در گرد و اطراف پلیس ها هستن. یکیت هم در همین جا. زودتر میرویم. مرا نکش، هر چقدر خواهی پول بدهم. من به پولهای حرام تو یگان احتیاج ندارم. تو را زاری میکنم. نه پرتو، نه. بسیار خوب، اینجا بیا. نه پرتو مرا. نه. ایگید خوب هستی؟ بله، بد نه. گنده افتید. خسکم و جهان پا گفتند. به جزایش رسید. بیا زودتر از اینجا رویم. پیکس چه؟ او کجا شد؟ او را بعد میابیم. با انبار پلیس ها در آمدن. ما باید تیزتر از اینجا رویم. من هم باید زودتر نفری را ببینم. کی را؟ دوست داشتم را. بیا به خونه یکی نجیب می رویم. تو بیرو. یکی توزیر می آید. خدایا توبه. با او زنگ زده میگویم که با اونجا بیاید. نه من انتظار می شوم. چند روز است که رفتارت عجیب است ملیکا. خوب هستی؟ چیزی هست که به من گفتن نمیتوانی؟ نه چی هم می شد؟ خیر میلش، من میروم. به من اجازت؟ خیر، شبی خوش. به تو هم شبی خوش. به همه سلام بگوی. تا بازدید. شبی خوش. در یگان جای نیست. گفتن را دوام دهید. زودتر. کسی در اینجا خواب است؟ جناب مرده است؟ نبزش کار میکند. زودتر ماشین بیارید. زودتر. حاضرال، مرا گوش کن. پسگار زخم برداشته است. احوالش وزنین. ما به بیمارخانه میرویم. زود به آنجا بیا.
من سوالهایت را التماس تاکسی به کوچه لقلق حجره 5. الوداع یگید. تاکسی چرا نامد؟ از تیاره دیر میمونم. الو رانو، ملیکا در نزد تو؟ نه، من در خانه یکای نجیبم. ملیکا در آنجا نیست؟ کمی پیش در خانه شما بودم. در خانه بود نامد. یگیت است؟ کنده؟ بامده؟ مایلش. یگیت لبای سر دارم. هرگز باز یگان کاری خطا نکنی. فهمیدی که کی را در نظر دارم؟ رضالتی که در حق من کردم مگر به جواب میمانم. ببخشید سردارم. اگر شنوم که با ملیکا یگان کار شده است از تو میبینم. خب فهمیدم. چی شد؟ درباره چی گپ میزدید؟ یگان چیزی مهم نه. من یک بار اومده میایم. اگر به نزدیکی رفتنی باشید من هم میروم. لازم نیست. هنر خوب کرده است. تو هم رفت استراحت کن. چرا من این را در وقتش نفهمیدم؟ سردارم بارها با من گفته بودند. ملیکا، حالا چنان میکنمت که به مردن زار میشوی. با من دهید. تشکر. ملیکا، 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 در کجایی ملیکا؟ کجا گم شده باشد؟ از 71 به مرکز. من مشتری گرفته به فرودگاه میروم. لباسهایش را جمع کرده است. ملیکا! به کجا رفته باشد؟ کجا گم شده نبله؟ به کجا می رفته باشد؟
معلوم است که از من میگریزی. یگان جای نمی روی تا با من حسابات ندهی. به یگان جای نمی روی. به کجا می رفته باشد؟ کجا گم شده باشد؟ تاکسی حصار گوش میکند. ببخشید یک چیز را پرسم. شما به خانه من تاکسی فرستاده بودید؟ سراغای شما کوچه زرنیسار 5. تاکسی 71 یک خانم را با فرودگاه برده است. به فرودگاه؟ بله سلامت باشید. یگیت یگان کس نیست. دیر موندم اجا با. باز با کدام کاری مشغول است؟ آهسته‌تر. تیزتر برید. احتیاط کنید. احتیاط کنید، احوالش بد بوده است. در هوا به جراحی برید. زودتر. به جناب چی شده است؟ از بلندی افتیده است. چی گفتی؟ بس کن، احوالش بد است. زود باشید. مایلش. یگان کس را نمانید به بیمارخانه نزدیک شود. بیمار هم قبول نکنید. بیمارانی که می آیند بازگردانید. خوب شده. روند. سفرها بخیر خانم. هرچی دورتر بهتر. غمگین می نمایید؟ کار شما نباشد. بخشیشه. تیزتر ماینه سرش را رنگین کنید. خونش را هم یک بار سنجید. خوب شده است دکتر. کاری میکنی او را نجات ده. نباشد همه همون میموریم. نابود شده میرویم. مرا میفهمی؟ کارها بسیار بد. کی این را کرد؟ یگید کرد. همه را فهمید به فکرم. غم نخور. من خودم میدانم با او چی کار کنم. من میدرایم. هیچ کس را راه ندید. اطاعت سردار. زودتر. 11. این نه. اینش هم نه. 71. انا یافتم. با طرفی راست. چی گپ خودش؟ چی گپ شد؟ بازدار گفتم ماشین را بازدار. سبب؟ التماس نیست. رون. ایستا گفتم به تو. ایستا. این آدم رو میشناسی؟ نیست. گاز رو زیر کن گفتم. گاز رو زیر کن. تو نمیشنوی تو چقدر راننده هستی. دیوانه است او. حریف بود که مرا میزد. مرا کشتنی هستی؟ ترانه کافرا فرا. التماس یکی مرا رها کن. دردم دادی آخر. درد میکند. زودتر درد کرده است. زودتر با ماشین سوار شو. اتینا. شطوری سفید را دیدی؟ ندیدی؟
گریختنی بودی ها؟ با من حسابات نداده. با کجا می روی این خیل؟ به قعر جهنم. من آمدم که تو را گسیل کنم. امشب همش را میفهمانی ملیکه. نه اتینا درویه دروغگو. گپ زن. چی گویم؟ یگون چیز برای گفتن ندارم. نداری؟ چی خیل نداری؟ گفتنی ندارم. همش رو میدونی. از زبان خودت شنیدن میخواهم. درخت مکر تو چقدر ریشه ها دارد این را میخواهم بفهمم. دروغ هایت را، بهانه هایت را، درویگیت را میخواهم فهمم. به کجا برم تو را؟ به من این خیل نگاه نکن. در کجا پرانم تو را؟ بگو. خوب شده است. قرار را من خودم میبرارم. این حادثه چه روی داد؟ این کار یگید احوالش خیل در جراحی است. حاضرال جراحی میکند. این یکی از اول معلوم بود که بر سر ما بلا می شود. اگر با پیسگار یکون حادثه روی دهد احوالمون بد می شود، عملهایمون برباد می رود، همه چیز را گم می کنیم. اگر خواهید مسئلهش را خودم حل کنم. من شخصا خودم با او سر و کار میگیرم. شما دخل دار نشوید. بگی از بگذار امشب او را نابود کند. بهجت از عهده این کار میبراید. آرام باش مینیک. آن انسان به جان پیسگار قصد کرده است. شاید اکنون نوبت ما باشد. این را تا کی تحمل کنیم؟ و تو گفتم که آرام شو. اگر ما را کشد همه این نقشه همان برباد می رود. آرام شو گفتم. آرام. ببخشید با احساس داده شدم. عملهایمان، نقشه هایمان چی می شود؟ کمی صبر میکنیم. سلامتی پیسگار را دیده عمل میکنیم. در حال خود را از دست دادن در کار نیست. عملیات هایمان دوام مییابد. کفرا زودتر. راهگر زودتر گفتم. زودتر. میدانه که اینجا کجاست؟ به فکرم که میدانه. روزنامه را تو دزدیدی. همین خیل نه. تو تنها روزنامه را نه، بلکه پدرم را هم دزدیدی. تو دیدی که من چگونه او را جستجو میکردم و من وعده میدادی که به تو یاری میدیم. غمگین نشو یگید. پدرت را یک جا میکابیم. یافتم. اما چی شد؟ همان روزی که او را یافتم او را از دست دادم. پدر من برای خدمت وطنش همه چیز را فدا کرد. پسر جانیش را هم. تو باشی این را نمیفهمی. گپ های راست و حقیقت را دوست نمیداری. فداکاری چیست؟ چی بودن مهر و محبت را نمیدانی. همین خیلی نه. به تو میگویم جواب ده. به سوال خواهید یگون جواب ندارم. همه چیز رو میدونی. از زبان خودت شنیدن میخواهم. از من چیزی نخواهی شنید.
به زیر پایت سجده کنم هم سودی ندارد. گویا مرا میبخشیده باشی. بله، تو را فریب کردم گویم. چه عوض می شود یگید؟ آیا از بحر من گذشته مرا نمی کشی؟ تو کی ها به حکم قتل سزاواری. این را از خودت شنیدن میخواهم. من به خودم نفرت دارم یگید، نفرت. بله، من پشیمانم، سخت پشیمانم. من هم خودم رو اصلا نمیبخشم. حالا باشد از تو بخشش پرسیدن یگون معنی ندارد. باز به حیله و نرنگ بازی در آمدی، ها؟ خودت را شیرین کردن میخواهی. همیشه برای خودت یک راهی برآمدن مییابی، ها؟ مکاره. به من نگاه کن. به این طرف. به من نگاه کن. بزانو. بزانو گفتم. بزانو. بزانو. سرت را بردار. به من نگاه کن. به درون چشمانم نگاه کن. بردار. بردار. به چشمانم نگاه کن. آیا به اشک چشمانت باور کنم؟ هرگز باور نکن. زودتر مرا پرون. من هیچگاه حق مهربانی تو رو به جا نآوردم. بر رحم تو هم حق ندارم. چی کاری میکنی کنیگید؟ زودتر مرا پرون. احوالش چخیل؟ متاسفانه خوب نیست. قریب همه استخوان‌های شکسته است. ستون مهره‌اش باشد ضرری کلان دیده است. یعنی اگر زنده ماند احتمال فلج بماند. خیلی اگر زنده ماند زنده میماند. از این بیمارخانه یا هر دویتون زنده میبراید یا که همراه پسگار میموری. فهمیدی مرا؟ بکی از آرام شوید، آرام شوید. خواهش میکنم. از دستم اومدگی کارو میکنم. عصبی شده ایم. برادران باید آرام شویم. در پیش اینقدر آدم یک دیگر رو تحقیر کنیم همه به حال ما میخندن. از این بیمارخانه یا هر دویتون زنده میبراید یا که همراه پسگار میموری. من تیارم. زودتر کارت رو انجام ده. در حیات تو برای من دیگر جایی نیست. با من خانه‌دار شو. زنی من شو. با من خانه‌دار میشه. کلی به من نگاه کن. در وقتی نبودن من تو با او مادری کردی. تشکر بدم. اینجا خانه نوی ما. خانه ما؟ بله، خانه نوی ما. تو، من و فاتح یک جای زندگی میکنیم. در حقیقت تو را دوست داشتم. تر و تازه بودی، دلی پاک داشتی، مثل من ناپاک. تا موی سرت پر از گناه نبودی. فاتح هم دوستت می داشت.
من تو را محض برای او دوست می داشتم. افسوس که در پس چهره فرشته شیطان نهان بوده است. ظاهرت فرشته و باطنت شیطان. خیر نباشد چرا انتظاری؟ زودتر مرا کش. هر آن پلو که دیگه بسرت آمده بود سببش من بودم. دروغ گفتم، فریب دادم. تو رو آنقدر نابینا کرده بودم که جانی خود رو برای من شده به خطر گذاشتی. چی از کشتنی من ترسیده ایستاده یگید؟ ترسیده ایستاده ای؟ زیر کن، کش مرا. من میتوانم این کاری تو رو آسان کنم. چرا من به تو باور کردم؟ چرا؟ تو از حادثه ها بیخبر بودی. انتقام چشمانت رو تا به درجه کور کرده بود که مرا نمیدیدی یگید. بس کن. بعضا تنها به تنها با سایه با میخوردیم. تو را مسخره میکردیم، با تو بازی میکردیم. گپ نزن گفتم، گپ نزن. کش مرا، کش. خاموش است. خاموش. پرون. انشاءالله بخیر است. برای چی اینقدر بر وقت بیدور شدی؟ نمیدانم، خوابم نبرد. خدایا توبه، یگان چیز شد؟ نمیدانم. من رفته کودکان رو بیدور میکنم. صبحانه رو کمی دیرتر تیار میکنم. صبح بخیر. صبح بخیر. بخیر سردارم، این سر بر وقت آمدید. چای دم کردم، بیا یک پیاله بنوش. تشکر. شبی گذشته یگید رو یافته توانستید؟ رانا، این سحر سوال نده مایلش. باز چی شد سردارم؟ با سوالات جواب نده همی شود. از من چیزی را پنهان میکنید. شما، ممدو، همتون شبی دراز خواب کرده نتوانستید. گوش کن، یک سوال دیگر دی خسته میروم. فهمیدم. وای نجیب، در خانه نان نیست. نان نمیاری؟ سوال ندید نمی شود. نمیتوانید بی سوال استید. چی؟ خوب شده است. ممدو رو میگویم که وقتی آمدن نان گرفته بیارد. جراحی دراز دوام کرد. نهایت موفق شدیم که او را نجات دهیم. این خیلی باشد خبری خوش. اما خبری ناخوشی هم دارم. باقی مانده حیاتش را در بالای کرسی نشسته به سر میبرد. از میان پایانش تمام فلج شده است. هیچ گپ نی، مهمش که زنده است. عقل و هوشش در جایش؟ نه، در سرش کمی زخم وجود دارد، اما خوب می شود. در کرسی نشسته باشد هم سایه او برای ما کافی است. برای چی قدر اندیشه میکنید؟ تا حال نفهمیدم. کادرهای فعال وجود دارد، از پیسگار بهتر. دوستی عزیزم، آنها کادرهای قلبکی می باشند، اصلی نیستند. برای مثال یک پیسگار را تربیه کردن میدانید که 50 سال لازم است. کسی از ما در کوچه و صحرا تربیه نگرفته است. به تو یک سر را گویم. پیسگار و من اولین اعضایانی هستیم که 50 سال قبل سال 1956 از طرف کمیسیا به گروهی 100 نفره پیشرفت ترکیه انتخاب شده ایم. یعنی
من و جناب پیسگور از 100 اعضای یرکین کندو دو تایش ما می باشیم. یعنی کمیسه یرکین کندو هرچند که با من افتخار کند می ارزد. در آخر سخن را به مقام خودت آوردی کایمینی. یعنی گفتنی که رقم 1 می باشی به فکرت. دوستم، رقم 1 یگان شخص یا اینکه یگان مقام نیست. خودی یرکین کندو رقم 1 هست. ما پیروان مقصد او می باشیم. ما هویت یرکین کندو می باشیم. با یک هدف سفرهای دیپلماتی را به دست آوردن یا اینکه با یک قومندان غالب جنگ‌های بزرگ شدن ممکن است. راست میگویی. بس کنید این گپ ها را. بعد گپ میزنیم. کسی باید نداند که پیسگور در کجاست. یگان چیز را هم به قید نگیرید. به قید نگرفتیم. در حالت فوق‌العاده یگان مکان دیگر را میدانید؟ البته میدانم. اگر لازم شد به بیمارخانه خودم میبرم. اگر که نشد به خانه هایی که مثل بیمارخانه خودم میباشد با آنجا میبرم. مایلش همه باید با تمکین شود. با دقت باشید. خوب شد از جناب، با اجازه شما مرخص میشم تا بازدید. مایلش. شنیدم راست بوده است. کایمینی بر آمده ایستاده است. پیسگور در بیمارخانه بوده است. رو خوبتر بین. در کدام حجره می ایستد؟ در گرد و اطراف چند آدم است. همش رو خوب فهمیده گیر. خوب شده است، حاضر می آیم. تا حال از یگید یگان خبری نیست سردارم؟ هم هست هم نیست. یعنی چه خیل؟ یگان خبر نیست برای اون که امرای ملکه می باشد. ای وای وای. چل ای وای وقتی که تلفنش رو نمی بردارد. شما درباره چی گپ میزنید؟ اول خوراک خورید بعد گپ‌هایتان رو میزنید. اوچه برای چی اپای ملیکا رو دعوت نکردید؟ اونها هم اومدن خوب میشد. اکا یگید خیاط کی نجاجو این نیستی ترمیناتر است. ما میبینم. تو به کجا میروی؟ من کودکان میبینم. مالش آرام شو. خوش آمدی. خوش باشد سردارم. شب در روز در فکرت بودم. از ملکه یگان خبری است؟ جزای سزایش را گرفت. با او چیکار کردی؟ چیکار باید میکردم؟ سلاح را به سرش داشته زیر کردم. پراندم این ماری افی را. گوش کن، وقتی که جسد را یافتم میدانی که تو را دستگیر میکنم. خیر شد، بهوده جسد نکابید. در اینجاست. شکر خدا. بیا فرا. بیرون برو. و بیرون. زودتر فرا. زودتر. بخیر است یگید؟ چرا رو به اینجا آوردی؟ باید همه دانند و شناسند این ماری زهردار را. یگان پرنده پر نزند. حتما. البته. شما چیکار میکنید؟ خواستم بینم که شاید بیمار یگان احتیاج دارد. نمیبینی بیمار حالش وزنین است. به فکرم در درون شخصی مهمی هست. شما دکتر هستید؟ بله، خدا شفا دهد. پیسگور در بیمارخانه در احیاگری. از سیوم آشیانه پایان افتاده نمرده است؟ خوگی حرامی 9 جان داشته است. باید به یگید خبر دهیم. ما گپی شما را زده ایستاده بودیم. خوش آمدی ملیکه. خوش آمدید. خوش آمدید اپای ملیکه. چی شد نجیب؟
خانم ملیکا به شما گفتنی های دارد. گپ زن اتینا، تو را گوش میکنیم. کلین نامون کمی شرمگین است. چی واقعه؟ شما چی ها میگویید؟ جورا جان با فکرم گپ نمیزند، تو سر کن. این خانمی که شما میبینید یعنی زنی من اصلا جاسوسی ارکن کاندو بوده است. جاسوسی که مرا به خودش جلب کرده تو چی گفتی؟ تا به امروز موفق شد که همه ما را فریب دهد. در اصل یکی از اعضایان صادق ارکن کاندو که درد سر این ملت و وطن است می باشد. درویه، مکاره و دروغگو می باشد. ملیکا اینها چی ها میگویند؟ افسوس که من به گفته های سردارم باور نکرده بودم. اما رانا دانستن لازم همدستان او قاتل شوهر عزیز تو تیمور بودند. باور نمی کنم. در سوی جان نجیب سردار هم دست دارد. دلم از کار میماند. همه این رو یعنی ملیکا کرد. یکی دیوانگی نکن، از برای خدا ملیکا این خیل بوده نمیتواند. با سوها همکاری کرده یگید رو از وظیفه‌اش پیش کرد. پس از این غلام ارکن کاندو کرد او را. نجیب همه اینها راست؟ مکاری میکرد که تو را دوست میدارم. من هم باورش کردم. همه همان باور کردیم. در رویمان خنده کرده از قفایمان زهرش را میچکاند. این گپا راستند. دیگه این گپا راستند. با قاتلانی تیمور همکاری داشتی. گپ زن ملیکا، بگو که همه این دروغ است. بگو که تو یگون کاری نکرده ای. بله راست. آنها راست میگویند. با قاتلان تیمور یک جا بودم. رانو آرام باش. آپای رانو. بی ناموس، تو بی ناموسی. یکون ذره وجدان نداری. آرام باش. دف شو از اینجا. دف شو. دف شو که چشمم دیگر تو رو نبیند. دف شو. دیشب هنگام فرار کردنش دستگیر کردم. به سرش یک تیر پرانده به پرتابگاه پرتافتنی بودم. اما تو صدقه تیری من شوی.
بسیار کار خوب کردی یگیت. سردارم از این پس در اختیار شماست. بچه من هیچ چیزی رو نفهمیدم. میمدو این خانم را با پرسپاس گیر. با جان و دیل. ملیکا چرا تو این خیل کردی؟ در خانه‌مون رو برایت باز کردیم، در دستر خانه‌مون نشستی، دیلمون رو برایت باز کردیم، به نمکدانمون توف کردی. یکون ذره هیچ دامت از آب نداد. از دلت یکون بار هم نگذشت که چرا ما رو فریب میدی؟ بس کن خانم، کاری شده که شد. تو رو تاجی سرمون کردیم. تو چی حق داشتی که این عملها رو علیه ما انجام دهی؟ وای بر حالت درویه خواهین برای شما همه چیز اقتدار و قوه می باشد. برای این دو همه کار رو انجام می دهید. همین خیلی نه، همه کار رو تو رو دست می شماریدیم، رفیق گفتیم تو باشی قاتل شوهرم بوده ای، تو باشی قبری رفیقانم رو می کنده ای. وای بر تو، وای بر تو، ما رو در بری خود نگاه داشته ای. قاتل بیا بچه جانم، شیر بچه من. انشالله در محبس پرسیده میروی. رانا بس کن، راه گرد. خداتان را زیغ نکنید ننه ارزد.
رفتیم بچه ها. فوته اپای هنر چرا گریه میکنید؟ چی کار کنم رنو؟ آخر دوستش داشته بودیم، در حقیقت دوست می داشتیم. چی گفتنم رو نمیدونم یگید. تو باشی برای جانت رو زیر خطر گذاشتی. نه تنها او بلکه من هم گناهگار هستم. نجیب سردار چند بار مرا آگاه کرده بودند. معلوم که نجیب میدونست و به ما نمیگفت. سیری پنهان کردهشون همین بود است. میدونستم که چیزی رو پنهان میکنند. رانا تو گدک را گیر. بمانده جانا بس فوته بس. لبای صابی. یگید پیسگار نمرده است. حالا در بیمارخانه حالش وزنید است. شما در کجا هستید؟ در نزد بیمارخانه. من حاضر میآیم. اپا جان فاتح را به شما امانت میگذارم. من کمی کار دارم، شب میآیم. خب؟ البته بگذار با ما ایستاد. تشکر. تو تا حال نمرده ای دیوی خانخوار. کو بینیم این دفعه چگونه نجات میابی. نجیب سردار انا آمد. این ملیکه نیست مگر؟ بله زوجه سرکمیسر یگید. در اینجا چیکار میکرده باشد؟ نمیدونم. چی حال داری نیازی؟ چی شد؟ بخیر است سرکمیسر؟ ماهی کلان رو دستگیر کردیم. شما منقل رو تیار کنید. زود باش. هیچ نفهم. خدایا پروردگار. این ملکه نیست؟ دستگیر شده است مگر؟ بخیر است نجیب؟ ملکه خانم را کجا میبری؟ به نزد نوح انگشته میرویم آقای دادستان. یک پیغام داریم. بیهوده نگوی نجیب. معنای بیهودگویی را نمیدانم آقای دادستان. وقتی که خانه رفتم حتما میبینم لغت را. یک دقیقه تنها با ملکه سخن کردن میخواهم. مرحمت. با سوها نغمه نو سرکردن است. چی شد؟ این چه حال است؟ همش رو میدونند. یگان کار کردن نمیتوانند، غم نخور. هرگز دهانت را باز نکن. گناهایت را این کار کن. من ادوکت یافته تو را میبرارم. حالا دیر شد اکنون. همش رو به آنها میفهمانم. چه ها میگویی دخترم؟ با آنها میگویم که چرا یگید رو از پلیس راندند. تو عقلت رو گم کرده ای. آرام باش دخترم. آقای سوخا میبخشید. گناهکار را باید ببریم. خدا، این از کجا برآمد؟ همه کارم رو برباد میدهد. جناب پیکس، من سوها کاری مهمی برآمد. باز چی شد؟ ملکه در دست پلیس ها. چی؟ از کجا میدونی؟ کمی پیش نجیب سردار او را آورد. کارها بدند. با گمان ملکه با پلیس ها همکاری دارد. چه ها میگویی؟ اینش از کجا پیدا شد؟ با چشمان خودم دیدم. تو از پی کار شو. آنها را کمی آواره کن. باشد. من علاجش را میابم. باید گفتگو را قطع کنم. یگان نوگریش رو زنگ زن. قطع میکنم. ما را یافتند. جایمان را انیق کردند. وای وای وای، آقای یگید هم آمده است.
در حال پیسگاه را از اینجا برآوردن لازم. دروغ رو حاضر بیارم. مایلش خوب شده است. فورا پیسگاه را از اینجا برآوردن لازم. تو چی میگویی پیکاس؟ با این احوال نمیبراریم. حاضر عملیات را سر میکنم. کی؟ دیگید و آدمهایش. آنها چند کسند خدا میداند. میخواهی در بیمارخانه جنگ شود؟ هرگز نابود میشویم. این خیلی باشد. یگان جای دیگر را جستجو کن. میرویم. در اینجا با سلاح جنگ کردن خطر دارد. با دقت شوید. مهم این که پیسگاه را براریم. من هم میآیم. 2 نفر دقت آنها را جلب میکند. شما امنیت را نظارت کنید. کامراها را فراموش نکنید. من باشم. کارم را میدانم. اگر یگان تغییرات شود یک جا کار را تمام میکنیم. مایلش فهمم. رفتیم. میتوانیم که براریم. با جای پیسگار به جایگاه خوابش تو بدرایی. سر و دهانت را بالاتر خوب پیچان تا نشناسد. وقتی که وارد حجره شد تپاچه را برآورده پرام. فهمیدی؟ فهمو جناب. زودتر گذر. کنی از عهده کار میبرایی؟ ببخشید یک چیز را پرسم. مرحمت. شعبه احیاگری در کجاست؟ در آشیانه دویم. تشکر. اکنون باز سر می شود پیسگار. زودتر شوه زودتر. یاری تجیلی آمد. کجا شد این ماشین؟ باید آماده باشد. کجا شدی؟ در برآمد قفا تو را انتظاریم. تستر شو. از عهده یگان کار نمیبرایی. کجا شد این ماشین؟ برادر اینجا چیکار میکنی؟ هیچ چیز. با همین لباس در آمدنی؟ یک بار سنجش کنم چهل است. خواهش میکنم نپران. فرزند دارم. در آنجا کیست؟ انا همین تاجره. کو با کجا گریختن؟ به من بگو. نباشد من این را پشت میدهم. نمیدونم. به من دروغ نگو. به من دروغ نگو. خیر اگر دروغ نگویی تو را نمیخوشم. گمزن. وعده میدی؟ وعده میدهم. از قفا گریخته با ماشین یاری تجلی رفتم. از قفا با ماشین یاری تجلی گریختن. بسیار خوب. بسیار خوب. من تپانچه را تیار کردم. مردن یا که نمردن این کار خودت است. آهسته آهسته با دقت باشید. تستر سوارش میکنیم. ثابت در اینجاست. زودتر رویم. حالا است پیکاس. ثابت چه حال داری؟ خوبه گریخت. بیا از پسشون میرویم.
دیر کردیم. آنها کایها گم شده رفتند. باز هم گریختن نجات یافت. اما یک روز نه یک روز البته من انتقام پدرم را از آن می ستانم. رفتیم. تو به همه این گناهایت اقرار هستی؟ بله. و تو یک پیشنهادی دارم. طبق قانون در این مدت اگر پشیمان شده با ما همکاری کنی، از این خاطر جزایت را کم کردن ممکن است. اینش را هم قبول میکنی؟ بله. اگر خواهی از اول آغاز میکنی ملکه. چه خیلی که خودتان خواهید. مرا در یک لایحه وظیفه‌دار کردند که در مقامات دولتی خصوصا نام‌های جوانانی با استعداد را که از جهت آسایش و امنیت آینده خوب دارند نظارت کنم. سردار این لایحه دیرکتور خزینه معاصران معارف گولیورن کروریر بوده. نام این عملیات ستارگان می باشد. لایحه ستارگان؟ مقصد این لایحه چیست؟ من و مثل من بر این دختران ستاره می باشیم و وظیفه ما این است که یگید و مثل او بر این جوانان فعال قابل را جمع کرده با این کاندو همراه کنیم. لایحه ستاره ها قرارگاه زیاد دارد. خانه هایی که دختران و پسران را به خود جلب می کنند در این قرارگاه می باشند. این خانه ها با کی تعلق دارند؟ هر یک خانه به خودش سردار دارد؟ بله. مثلا پیکاس یکی از سرداران این خانه ها می باشد. من زیر نظارت پیکاس بودم. مثل من در زیر نظارت پیکاس ده ها دختران و جوانان کار میکردند. وظیفه آنها با امر پیکاس جوانان فعال را نظارت کردن است. یعنی مثل تو ده ها جوان دخترانی هستند که برای جوان پسرانی مثل یگی چاک کنده ایستادند. بله. خصوصا زیر نظارت پیکاس چندین خانه ها را میدانم. با آنها لقب ها مثل خنجر، لاشخور، شاهین و درنده گذاشتند. مثلا در حجره شاهینان یک چند سال خواب میکنند تا اینکه یگان نقشه عملیات سر شود. آن وقت آنها برای فعالیت برای نقشه آماده میشوند. احتمال یکیت رو هم برای این گونه قرارگاه ها تیار کرده بودند. مثلا هدف نیست کردن سردار جماعت هایی که در عملیات با نام شمر کرده بودند. معلوم شد که تا حال ده ها کس مثل ملکه و یگید می باشد که ما از آنها درک نداریم و هر یک کدام آنها مثل بمب خطرناک می باشد. بمب های اساسی هر یک حجره در استانبول، ازمیر، انقره می باشند. آنها تا حال در زیر این حجره ها خوابیدند. گوش کنید آقای نجیب. مادامی که مرا دستگیر کرده چه سوالی که دارید به من دهید. چرا شتاب داری؟ من گمان نمی کنم که آنها مرا زنده مانند. تو راست میگویی. شاید تو از طرف آنها کشته شوی، شاید از پنجره خودت را به زمین پرتافته، اما تو نگران نباش. اکنون خودکشی یک چیزی مقرره شده است. اکنون با ما میباشین. نگران نباش، با ما باش. با دقت باشید. زودتر تستر کنید. مالش ایستا میبریم. تستر این را بگیر. تستر. محترم استاد خوش آمده. خوش آمد رومان. این بیمار کیست میدانی؟ نه. ندانستنت خوبتر است. چقدر که ما را حرمت میکنی او را 10 مرتبه زیادتر حرمت کن. نباشد دیپلم های همتون را گرفته کاغذ حاجت خانه میکنه. فهمیدی؟ فهمیدم. پیش دراز. مرحمت. چی میگویی سوها؟ ملکه را پس دارند. من حالا با یک ادوکت رفیقم در شعبه امنیتم. او را رها کردنیم اما خود او نمیخواهد. التماس یکان کار کنید. نباشد این دختر حیاتی مرا میسوزاند. من با او چی کار کردنم را میدانم. تو یک کار کن که امروز او را از محکمه براری. فهما؟ کوشش میکنم. کوشش میکنم نه. میکنم جناب. میکنم.
باید کاری کنیم که ملکه را از محکمه براریم. با من بیا. تو فرمانبرداری پیکاس بودی. پیکاس چی؟ او فرمانبرداری کیست؟ چخیل که قید کردم پیکاس سرداری من است. سرداری پیکاس پیساگور می باشد. پیساگور باشد گروه کمیسیه هفتگانه رو اداره می کند. کمیسیه هفتگانه رو؟ با ما نام در کار. نامشون را یگون کس نمی داند. یعنی مثل من بر این شخصا نمی دانند. اگر از آنها شخصی کلانتری باشد من نمی دانم. حتما شخصی کلان است. معلوم که سردار شما پیساگور است. مقصدتون چیست؟ سردارم مگر نمی دانید؟ از دهان تو شنیدن میخواهم. مقصدمون مثل 100 سال پیش باز دولت را به دست آوردن است. یرکن خود را صاحب اساسی این دولت می شمارد. غیر از خودش همه را با اشغال کردن دولت گناهکار می کند. با انتخابات سر دولت آمده باشند هم اگر با یرکن همکاری نکنند وظیفه ها را با آنها تقسیم نکنند قبول نمی کنند. وظیفه اولین درجه آنها یک کار کرده حکومت حاضره را برهم دادن است. برای همین قدر یک کاری کرده در این سرزمین خرخشه جنگ برادرکوش تا انقلاب کردن خون میریزانند. بعد چی؟ از این پس قوه های احتیاطی یرکن برای دستگیر کردن حکومت نو تلاش میکنند. از همه شخصی صادق یرکن یا اینکه از سخنان آنها نبی برآمدگی انسان لازم است. یرکن حداقل 25 سال برای به سر اقتدار آمدن یک سرقانون ترتیب میدهد و یک رئیس جمهور را انتخاب میکند. پس نقشه های آنها حالا در کدام وضعیت قرار دارد؟ بله تو را گوش میکنیم. در وضعیت جنگ خونین نقشهشون سر کردن جنگ خونین است. تا وقتی که خلق را به انقلاب راضی نکنند بس نمی کنند. ملکه تو مجبور نیستی جواب دهی. آقای سوها شما کی را حمایت میکنید؟ دولت را یا او را؟ تو به من چی بودنی وظیفه‌ام را نفهمون. اولا محکومان را راه نشان ندید. بعدا پرسپاس وظیفه شما نیست. برای در آمدن حق ندارید. این را دانسته باشید. ملکه با خواست خودش سخن گفتن میخواهد. با خواست خود؟ همه کس به وجدان نمیشود آقای دادستان. بعضی شخصیت ها هم کمی وجدان دارند. ادوکت خانم ملکه را آوردم. من ادوکت نمیخواهم. لطفاً این کس را از اینجا برارید. دخترم امروز از محکمه میبرایی. همین روز؟ بله. چخیل دستگیر شدنش، نبودن دلیل ها، زیر فشار قرار داشتنش یا اینکه نداشتنش همش معلوم. محکمه قرار حکم را میبرارد. آقای سوها من در تنهایی با شما گپی داشتم. مایلش ممدو تو هم ما رو تنها گذار. اطاعت سردار. تشکر. آقای سوها محکوم گناهکار بودنش را اعتراف کرده است. شاید زیر فشار اعتراف کرده باشد. در عدلیه بیمارخانه گفتن چیز وجود دارد. یگان بار نشونیده ایه. همچون دادستان این دعوا به همش خودم جواب میدم. کافی است؟ محترم آقای زکیه یا شما را همیشه حرمت میکنم، اما میدونید تا اثبات کردن همه بیگناهند. این را تنها یک چیز معین میکند، تنها محکمه. نگران نباشید، سوالهایمان که تمام شد به محکمه میبریم. کمی پیش دوستانم از انقره زنگ زدند. هواداران ملکه شخصیت های بزرگند. از شنیدن این خبر بسیار غمگین شدند. خب به صحبتمان خاتمه دهیم. میدانم که بسیار پرقوت هستید.
نیرومندی شما مرا در حیرت گذاشته است، اما این را بدانید شما را آگاه میکنم که مبادا یگان کاری غیر قانونی رخ ندهد. همه چیز اندازه دارد. امروز با قوت هستید، اما فردا امروز او را به محکمه بردنید؟ از سخنتان این را درک کردم. آنه که تو حالا کمی شر میکنی این خوب است. این خصلت خوب است. سرت را بردار و من نگاه کن. کمی مثل برادر گپ زنیم. از جهت برادری امین نیستم، اما آیا تو حال یگان بار به خودت سوال دادی چرا اینقدر وقت اکای نجیب کارهای مرا میدانست اما مرا آشکار نکرد؟ نمیدانم. برای چی؟ تو یا این که یگان کسی دیگر؟ به من فرق نیست. کسی که نباشد یکید به چاهی او میافتید. از دیروز راضی بود. تو فیلم مستند را دوست میداری؟ من دوست میدارم همه این نمودش رو. میدونی دیروز مهندسان راه یک دریای را عوض کردند که 1000 سال در زیر زمین میریخته است. من تماشا کردم. با مهارت بلند آهسته آهسته صبر و طاقت راه یک دریای کلان را عوض کردند. انا کاری که تو بایدید کردی مثل همین بود. و بعد این مهارت تو با آنها پیوست شد، حتی از چارچوبه برآمد. من به او راه نشان دادم، لیکن راه خطا را نشان دادی. اساس میدانی من چرا نفهمیدم؟ نه. این خیلی بی‌وجدانی است. به دولتت خیانت کردن، به خاکت، به ملتت. فرض کردیم مثل تو 10 انسان ها هست، اما خیانت بر شخصانی کردی که تو رو چقدر دوست می داشتند. از پدر و مادرت بسیارتر دوست داشتند. چطور دانسته خیانت کردی؟ محض آید این عقلم نمیگیرد. با من بگو یک بار هم باشد وجدانت عذاب نداد؟ یکم بار هم؟ مگر فکر نکردی که این انسان ها مرا اینقدر دوست می‌دارند؟ چهل علیه آنها این کار رو میکنم. چهل یکم بار هم فکر نکردی؟ این سوال رو به شخص دیگر میدهید سردارم. از تو میپرسم آخر. شما این سوال رو به ملکه میدهید، اما جوابش رو از اتنا میخواهید. پس کن سخن بازی هایت رو ملکه. نه سردارم، من جدی میگویم. اتنا وقتی مرد که یگید خود را برای او فدا کرد. اکنون اتنا دیگر نیست، تنها ملکه است. ملکه یکی سخت پشیمان است. میدانم خیلی دیر شده است، اما حقیقتم این است. آقای نجیب، پرسش را تمام کنید. ملکه را به محکمه میبرند.
چرا اینقدر سر و سیمه آقای دادستان؟ زیر فشار قرار داریم. از بالا. مرا فهمیدید؟ فهمیدم آقای دادستان، فهمیدم. چکار میکنید سردار؟ سر انسان ها رو میخوریم، جان بیگناه ها رو میگیریم. عجلی که رسیده است. بلبلکت به خواندن در آمده؟ این ماشین قفس بلبل نمی شود. اگر میفهمیدم قفس بلبل می آورده. مهم نیست. من در این خیل کارها صدا و غوغا رو دوست میدارم. لبای سوها کار حل شد. ملکه رو به محکمه میبرند. بسیار خوب. خبر آمد. میرویم. آدم ها را بگو با ما همراه شوند. من میبرایم. مایلش. دستتان رو بسیار نجنبانید. کوکای شکمتان کشاده می شود. 2-3 روز استراحت کنید. 2-3 روز؟ میتوانم که ماشین ها را نظارت کنم یا که در عملیات های تیرپرانه اشتراک نمایم؟ با فکرم شما شوخی میکنید. فهم جدیه. تو با ما در کاری گید. اگر 1-2 روز خواب کنم، روز سوم شخصان عیادت کننده را البته میپرانم. خدا شفا دهد. استراحت کن، استراحت. آرام باش. دستت رو آهسته بردار. جنایت های کرده اشان آنها را به سوی جهنم خواهد برد البته. همه‌اش گذشته رفت. چی خیلی که نباشد از راه بد برگشتی. حالا در راه راست هستی. بیا با من. به تو یک چیز را نشان میدم. بیا. همه این چیزها از آنی پدرت بودم. حالا باشد از آنی تو. این مثل دفتری کاری پیشینه. آنقدر زیبا نیست ولی بد هم نیست. هیچ گپ نه.
این را بدانید که به هر حال خون پدرم هیچگاه در زمین نمیماند. انتقاممان را از آنها میگیریم. نخست از پیکاس سر میکنیم. خانم را با محکمه میبریم. هوشیار باشید، با دقت باشید. اطاعت سرکمیسر. خوب شده است. تستر ماشین ها را تیار کنید، کمی بدتر حرکت میکنیم. چرا خوراکت رو نخورده ای؟ تشکر نمیخواهم. راست حیات زندان مشکل است. کی گفتی من در زندان میمانم؟ چی گفتنی هستی؟ گویا که نمیدانید اکای نجیب به سر جنید زرد و فرخ چیزی که آمده بود به سر من هم می آید. این رو شما از من خوبتر میدانید اکای نجیب. اما نه انگشتت ها زنده است. او رو هم میکشند، مرا هم میکشند. از دستمون می آمدگی را میکنیم. نگران نباش. بیا رویم. وقتی که به محکمه می روند از اینجا می گذرند. دیگر راهی گذر نیست. شما روید. اگر دیدید مرا در حال خبر دهید. شما چیکار میکنید جناب؟ خاموش استاده. پیروی کنید زودتر. مایلا. آقای نجیب، از شما یک خواهش دارم، اجرا میکنید؟ مرحمت. بایگید بگویید که من از کارهایی کردم سخت پشیمانم. بگویید که در حقیقت او را دوست میداشتم. مایلش میگویم. شما رو به آغوش گیرم. سردارم، ما شما را سنگدل میدانستیم. شما باشید رحمدل برآمدید. میندو پدرم میگفت که کسی که به دیگران رحم نکند او را هم رحم نمیکند. چشم این دختر دروغ نمیگوید. تا حال کسی نآمده است؟ ماشین نمایان شد. به طرف شما رفته ایستاده است جناب. بسیار خوب. جناب شما ببینید. اکنون دیدم. این کار بسیار هم شوق‌آور می شود.
خدای آنها چی کار میکنه؟ با دقت باشید. آنها ماشین را به طرف ما میرانند. با دقت باشید.